الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 50 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. الله را حمد و شکر و ثنا و ستایش که به ما توفیق داد که به شما شرح شروط لا اله الا الله را 4 تایش را به پایان رسانیدیم. علم که ضدش جهل است، یقین که ضدش شک و ریب و شبهه است، و صدق که ضدش کذب و نفاق است، دروغ و نفاق است، و اخلاص شرطی 4 صحت لا اله الا الله که ضدش شرک است. و این حلقه 50 ما ان شاء الله اولین حلقه از ضد اخلاص که شرک است ان شاء الله بیان مسائل، اولا معنای شرک و مسائل شرک می باشد. پس معنای شرک چیست؟ و شرک اینچنین باز در اصطلاح شریعت به کدام نام ها آمده است و قسم های شرک چگونه است؟ بارک الله فیکم. شرک به کسره حرف شی به ایش شی و ساکن بودن را شرک معنایش در لغت زبان عربی ضم، پیوست کردن، همراه کردن، خلط، آمیخته کردن، اقتران، برابر و شریک ساختن. و همین شرک ضد یگانه فرد، ضد یگانگی است. شرک این ضد ویتر است. شرک ضد چخیلی که دلالت کردیم یکتاگی است. به زبان عربی یکتا را به چند معنا میبرند؟ فرد، ویتر، وحدانیه، التفرد و التوحید. شرک ضد توحید است و شرک ضد اخلاص است. پس معنای شرک در لغت ضم، الخلط و الاقتران است. همراه کردن، آمیخته کردن، برابر ساختن، مانند کردن، همین شرک است. بارک الله فیکم. اما نام های شرک اینچنین در شریعت شرک به معنای تندید آمده است. در بعضی حدیث هایی که آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من جعل لله ندا، هر کسی که با الله ند شریک را میانزد. برای این شرک یعنی تندید هم به معنای تندید هم آمده است، یعنی شریک. العدول هم به معنای شرک است. شرک را همچنین عدول هم میگویند. تسویه یعنی برابر ساختن، تسویه به معنای شرک است. الامثال مانند و تشبیه کردن، یا کفو اینچنین مانند کردن، برابر ساختن. همه این نام هایی هست که در شریعت این نام ها نیز همچون به معنای شرک این لفظ ها استفاده شده است و به کار برده شده است. بارک الله فیکم. پس مسئله دیگر و مسئله سوم، معنای شرک در اصطلاح شرعی. وقتی که ما شرک را در قرآن میبینیم، کلمه شرک را در حدیث میبینیم، چی معنی دارد؟ بارک الله فیکم. علماها تفسیری یا که معنای شرک را به نهایت گوناگون ذکر کردند. والله اعلم بهترین این تعریف ها 3 تاست که ما به شما بیان میکنیم. اولا تعریفی که یعنی معنی دادی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله شرک را معنی داد کرده اند و میگن صرف العبادة لغیر الله من دعاء و ضبح و نظر و رجاء و توکل و انابه.
صرف کردن عبادت، یعنی انجام دادن عبادت به غیر الله، از دعا یا که از ذبح و قربانی کردن یا که نظر کردن یا که امید، توکل و اینابه به غیر الله کردن. یعنی همین نمود عبادت ها و دیگر نمود عبادت ها و تمام نمود عبادت ها را وقتی که به غیر الله انسان صرف می کند، انجام می دهد، داند که این شرک است. انجام عبادت به غیر الله. بارک الله فیکم. پس این معنی داد اول شرک بود و این چونین علمای دیگر بمانند شیخ سلیمان العلوان و دیگر از علما گفتند تسویه غیر الله بالله فیما هو من خصائص الله، برابر ساختن غیر الله با الله در اون مسئله هایی که از خصائص الله است. یعنی هر چیزی دیگری را با الله انسان برابر بکند در مسئله که در همون مسئله فقط الله قادر است، در این حالت شرک را انجام داده است. مثال فرزند را کی به بنده می دهد؟ غیر از الله کسی فرزند داده نمی تواند. کسی رود به نزد مزار از اون فرزند طلب کند، یک عملی را طلب کند که از خصلت‌های خاص الله است، پس دیگر چیز را با الله برابر کرده است و شریک ساخته است. و در این تعریف تسویة غیر الله بالله فيما هو من خصائص الله، شرک در الوهیت، در ربوبیت، در اسما و صفات داخل می شود. و بعضی ها شرک را معنی داد کرده اند به مانند اینکه مانند کردن مخلوق به خالق و این چنین بالعکس، یا که مانند کردن خالق به مخلوق. و این معنی داد خیلی که ابن القیم جوزی ذکر کردن. ابن القیم جوزی ذکر میکنند و میگن که حقیقت الشرک هو التشبه بالخالق و التشبیه للمخلوق به. حقیقت این شرک این تشبیه کردن خالق به مخلوق و مخلوق به خالق است. بارک الله فیکم. یعنی اگر وقتی نظر کردیم هر سه این معنا هم خوبتر است، هر سه این معنا هم سرانجام یک معنی میدهد. معنیش این است که انجام دادن عبادت به غیر الله، برابر کردن چیزی دیگری به الله و تشبیه کردن الله به خلقش یا که خلق را به الله، همه این شرک است. بارک الله فیکم. پس باید انسان معنی شرک را درست فهمید و اینچنین معنی توحید را باید درست فهمید. چرا که وقتی که معنیش را درست میفهمید، مقصد شریعت را از این کلمه میفهمید که شریعت از این کلمه چی میخواهد، معنایی که شریعت میخواهد از این کلمه چیست. وقتی که این را شما درک درست کرده میتوانید، بعد از این مسئله بعدیش به شما انشاءالله درست و صحیح و سالم انشاءالله میرسد. اما وقتی که معنای شرک را خطا فهمیدید، غلط فهمیدید، این دلالت میکند که باقی مانده مسائل هم خطا میشود. پس این معنی داد شرک از نظر اهل سنت و الجماعت بود. اما معنی داد شرک را از نظر مرجئه نظر کنید، از نظر غلات مرجئه جهمی نظر بکنید، سبحان الله، این تماما چیزی دیگر است. پس این بود معنای شرک در لغت و نامهای گوناگون شرک، از تندید یا که عدول، تسویه و غیر ذلك. و این چنین معنای شرک از شریعت. خیلی ما در هر یک حلقه بیان میکنیم هر یک کلمه که در شریعت استفاده شده است، بمانند علمی که ما گفتیم، یا که این چنین یقین، صدق و ضد علم جهل، ضد یقین شک و ضد صدق کذب و نفاق و اخلاص و ضد اخلاص شرک، هر یک این کلمه از دو جهت به معنایش نظر کرده میشد. از جهت لغوی، از جهت لغت، در کتاب لغت به کدام معنا استفاده شده است. یعنی پیش از این که شریعت اسلام بیاید، عرب‌های قریش پیش از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پیش از شریعت این کلمه ها رو به کدام معنا استفاده می‌بردند. چخیلی که ما گفتیم شرک پیش از اسلام هم این کلمه وجود داشت و شرک را عرب‌ها به معنای همراه کردن، آمیخته کردن، الضم و الاختلاط و اقتران، شریک ساختن و همراه کردن استفاده می برد. اما وقتی که شریعت آمد و این کلمه ها را شریعت استفاده برد، همچون
شرط صحت لا اله الا الله و ضد شرط که شرک است، مثلا و غیر این ضدهای هر یک شرط رو ذکر نمودیم، به این کلمه ها شرط خاص را داد. علما میگن معنای کلمه در لغت به نهایت وسیع است، عموم است، اما معنای کلمه در شریعت این خصوص است. مثلا کلمه حج پیش از اسلام کلمه حج وجود داشت، اما حج معنایش این قصد کردن به گجای نباشد، یعنی انسان به گجای قدم زند و قصد رفتن همونجا را کند حج میگفتند. اما وقتی که شریعت کلمه حج را استفاده برد گفت قصد کردن یگانه خانه الله بیت الله را حج مینامند. یا عمره زیارت بود، هر گجای را که زیارت میکنید به عمره رفت میگفتند پیش از اسلام. اما بعد از این که اسلام آمد کلمه عمره را معنای خاص داد، گفتند زیارت کردن خانه الله عمره است. و این چنین کلمه بدعت و این چنین کلمه اخلاص، شرک، توحید کلمه معنایش پیش از اسلام یگانگی، فرد، واحد، احد. اما بعد از اسلام توحید این افراد الله سبحانه و تعالی في العبادة و في اسماء الله و صفاته و في الخلق و غیره، یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات. پس معنای کلمه در لغت عام است و در شریعت خاص است و ما باید فرق این کلمه ها رو لغتا و شریعتا فهمیم. و مقصد ما از معنای شرک این شرعی هست، خیلی که به شما ذکر کردیم، انجام دادن عبادت به غیر الله یا به الله چیزی رو برابر کردن یا تشبیه کردن، این شرک است و این معنای اساسی که ما میخواهیم که باید فهمید. بارک الله فیکم. پس شرک این عمل حرام است و بهترین نهی کرده الله است، البته بدترین نهی کرده الله است. از همه چیزی که سختترین بدی که الله از اون من و شما رو بازداشته است این شرک است. چقدر که علما میگن اعظم ما امر الله به التوحید و اعظم ما نهى عنه الشرک. بزرگترین چیزی که الله ما را به همون امر کرده است برای انجامش این توحید است که ما باید موحد باشیم، و بزرگترین چیزی که ما را از انجام اون نهی کرده است و باز داشته است این شرک است. پس دلیل ها برای حرام بودن شرک به نهایت زیادند و دلیل ها برای کافر بودن انجام دهنده شرک به نهایت زیاد است. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 48 میگوید، این دلیل اول است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. البته الله نمی بخشد هر آن کسانی را که به الله شرک را قرار داده اند، شرک را انجام داده اند، یعنی به الله چیزی را برابر کرده اند یا عبادت را به غیر الله انجام دادند یا به الله چیزی را مانند و تشبیه کردند یا الله را به کسی تشبیه و برابر کردند. اعوذ بالله من ذلك. و اما غیر شرک دیگر گناه ها را به کسی خواهد می بخشد. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. دیگر گناه ها، نوشیدن عرق، زنا، دزدی، عاق والدین و غیره که این همه گناهی بی نهایت بزرگ است، اما الله به کسی خواهد می بخشد. به کسی خواهد نمی بخشد. اما غیر شرک دیگر انسان ها، دیگر گناه ها به دوزخ داخل شود هم وقت معین به قدر گناهش در دوزخ باقی می ماند و بعد از پاک شدنش از دوزخ آخر امر باز به جنت می رود. اما مشرک هیچگاه به جنت نمی رود. مشرک ابدالابد در دوزخ باقی خواهد ماند، چرا که الله میگه حتما من مشرک را هیچگاه نمی بخشم. پس آگاه باشید که الله یگانه گناهی را که نمی بخشد این شرک است. شرک عبادت را به مزار انجام دادن، دعا را در نزد قبر کردن، سبحان الله، فرزند را از قبر طلبیدن، چیزی که باید از الله طلب کرده شود از قبر طلبیدن، از مزار طلبیدن، از انسان طلبیدن، نظر و توکل و خوف و دعای و سجده و طواف. و چقدر مردم ما امروز مزار پرست هستند، در نزد مزارها گوسفند و چیزهای دیگر می پرستند، طواف میکنند، دعا میکنند، فرزند میطلبند، شوهر میطلبند. همه این شرک است. و اگر کسی پیش از مرگش توبه نکرده بمیرد،
ابدالابد در آتش دوزخ خواهد ماند. ابدالابد در آتش دوزخ خواهد ماند و الله مشرکین را نمی بخشد. بارک الله فیکم. پس بدانید هر کسی که به الله شریک قرار داد به تحقیق یک افتراء و تهمتی و بزرگ، یک گناه بزرگی را انجام داده است. و این دلیل، یعنی سوره نساء آیه 48 یک دلیل صریح، نه فقط صریح، از همه صریح ترین دلیل برای اینکه شرک بزرگترین گناه است و شرک بزرگترین گناه است که یک بنده به الله انجام میدهد و بزرگی این گناه همین است که الله مشرک را نمی بخشد. البته مشرک پیش از مرگش توبه کند، الله بخشنده و مهربان است. شرط های توبه را بجا آورد، توبه بکند، الله بخشنده و مهربان است. اما بعد از مرگ کسی که وفات کرد و از شرکش توبه نکرده وفات کرد، در حالت مشرکی وفات کرد، انا این را الله نمی بخشد. و این آیتی که ما از سوره نساء 48 گفتیم، این به مرده ها دخل دارد. یعنی الله نمی بخشد کسانی را که مشرکند، یعنی کسی که مشرک مرده باشد. اما کسی که زنده است، مشرک است، توبه کند، الله بخشنده مهربان است، الله همه را می بخشد. مشرکان هم، صحابگان هم مشرک بودند، توبه کردند و صحابه شدند. در قریش صحابگانی که سن سالشان کلان بود، بزرگ بودند، پیش از اسلام مشرک بودند و بعد از آمدن اسلام توبه کردند و شرک را ترک کردند و موحد شدند، الله قبول کرد. اما کسی که توبه نکرد، اسلام را قبول نکرد، در حالت مشرکی وفات کرد، البته و البته آتش دوزخ است. و آیت دوم اینچنین در همین سوره نساء آیت 36 است که الله میگوید، دلیل دوم است: واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. یگانه الله را بپرستید، یگانه الله را عبادت بکنید و به الله هیچ چیزی را شریک قرار ندهید، شریک، برابر، مانند قرار ندهید. عبادت را بغیر الله صرف نکنید. عبادت، البته عبادت فقط نماز و روزه و حج و زکات نیست. عبادت دعا کردن هم عبادت است، طلب نمودن هم عبادت است، شفا طلب کردن هم عبادت است، بلا را دور کردن هم عبادت است. امروز مسلمان ها شفا را از کی می طلبید؟ یک بلای بسر آمد، نابود شوی بلا را از کی می خواهید؟ سبحان الله، چقدر مسلمان ها را میدونیم که خود را مسلمان میگویند، وقتی که بلا به سرشان آمد راست میروند به نزد قبر، مزار، ساحر، فالبین. اعوذ بالله من ذلك. دلیل سوم برای حرام بودن شرک این سوره زمر آیه 65 است که الله سبحانه و تعالی میگوید: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. به تحقیق به سوی تو ای محمد صلی الله علیه وسلم ما وحی کردیم. یعنی ای محمد ما به تو وحی کردیم، یعنی به تو نازل کردیم سخنهایمان را، و به آن کسانی که پیش از تو از پیامبران بودند به آنها نیز وحی کردیم و گفتیم که اگر شما شرک به الله قرار دادید، تمام عملهای انجام داده شما نابود خواهد شد و شما از جمله زیان کشیدگان خواهید شد. سبحان الله. الله میگوید ای محمد من به تو وحی دادم، من به تو میگویم دان که همین سخن را پیش از تو دیگر پیامبرانی که آمده بودند، از عیسی و موسی و هارون و یحیی و زکریا و ابراهیم و نوح و غیره علیهم السلام، به همه پیامبران گفته بودم و به تو هم میگویم که اگر شرک انجام دادی تمام عملت نابود خواهد شد و تو از جمله زیان کشیدگان میشوی. این سخن به محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه است. محمد بهترین انسان از اول این دنیا تا آخر این دنیا است. محمد خلیل الله است. اما به محمد الله میگه اگر شرک را انجام دادی تمام، دیگر تمام عملهایت باطل و تو خودت از زیان کشیدگان، چی برسد به دیگر انسان ها؟ پس برادرم و خواهر موحدم، از شرک دور باش، شرک را بیاموز، بفهم اصلش، شاخه هایش، ریشه اش را، تا که خودت از شرک دور باش و تا که نجات یابی. بارک الله فیکم. پس این دلیل سوم بود. دلیل چهارم برای حرام بودن شرک
این سوره انعام آیت 88 است. الله سبحانه و تعالی میگوید ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. و اگر شرک را انجام بدهد، اگر شرک بکنند، به الله شریک قرار بدهند، یعنی شرک را انجام بدهند، حتما عملهای آنها حبطه میگردد، نابود میگردد، بیفایده میگردد. پس ببینید الله میگه هر کسی که شرک را انجام میدهد عملهای کرده اش به سبب شرکش نابود میشد. این آیت دلالت میکند که انسان مشرک کافر میشود، چرا که یگانه از کافر عملها نابود میشود. کسی که کافر شد عملش نابود میشود، اما کسی که گناهکار شد مسلمان است عملش نابود نمیشود. به این آیت دلالت میکند که شرک این کفر است و مشرک این کافر است. و در دلیل پنجم که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیت 72 گفته است، آمده است که الله میگه اعبدوا الله و ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. الله را عبادت بکنید، الله را عبادت بکنید که این رب من و رب شما هست. البته الله انه، یعنی البته هر کسی که به الله شریک قرار می دهد، به تحقیق الله این انسان را به جنت حرام قرار خواهد داد و جایگاه بازگشت این انسان دوزخ خواهد شد و برای ظالمان هیچ کمک کننده وجود ندارد. یعنی معنای آیت همین است که الله میگه ای محمد بگو الله را بپرستید که الله رب همه انسان هست. پس بگو که هر آینه البته هر کسی که مشرک شد به الله شرک را انجام داد، به تحقیق الله به همین انسان مشرک جنت را حرام میکند. البته جنت برای مشرک حرام است و این وعده الله است و وعده الله دیگر نمیشود و الله وعده اش را خلاف نمیکند. لا یخلف الله الميعاد، یخلف وعده، یعنی و ما یخلف وعده. و مأواه النار، و بازگشت این انسان ها مأوایش این آتش سوزان است و برای ظالمین کمک کننده نیست. ظالمین کی هستند؟ مشرکان هستند. از همه ظالم سخت‌ترین این مشرک است که به نفسش ظلم کرده است. و دلیل ششم برای حرام بودن شرک و برای کفر بودنش و صاحبش کافر شدنش این سوره توبه آیت 31 است که الله سبحانه و تعالی میگوید و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشركون. و امر نشد، الله میگه و امر نکردیم مگرم به این که یگانه الله را بپرستید. اله یگانه که الله است، نیست معبود بر حق بجز الله. الله پاک است از آن چیزی که شما شرک قرار میدید. یعنی از آن چیزی که شما با الله شرک قرار میدید الله از این شرک ها پاک است و بیزار است. چخیلی که خودی الله در حدیثی صحیح آمده است که میگه من عمل عملا اشرک معی غیری ترکته و شرکه. یعنی هر کسی که عملی را انجام بدهد و در این عملش به من یک چیزی دیگری را، کسی دیگری را شریک قرار بدهد، من خودش را و عملش را و شرکش را ترک نمودم و بیزارم. بارک الله فیکم. و دلیل هفتم از قرآن عظیم و شان این سوره انبیاء آیت 25 است که الله سبحانه و تعالی میگوید و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ای محمد صلی الله علیه و سلم، پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به این پیامبرها وحی کردیم و بگفتیم که نیست معبودی بر حق بجز من، یعنی الله میگه بجز الله، پس الله را بپرستید. پس الله میگه من را بپرستید. بارک الله فیکم. و این 7 آیت دلیل آشکار بود برای این که شرک این حرام است و مشرک این کافر است و شرک این بزرگترین گناه است که الله نمیبخشد. پس حدیث را اگر نظر بکنیم حدیث ها به نهایت زیادند. پس یک حدیث آشکاری که الله سبحانه و تعالی به واسطه پیامبرش به ما خبر داده است و این حدیث صحیح است، امام بخاری روایت میکنند
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من مات یشرک بالله شیئا دخل النار. در روایت های و هو یشرک بالله شیئا دخل النار، هر کسی که بمیرد در حالتی که به الله چیزی را شریک قرار داده است، پس این انسان داخل دوزخ است. یعنی هر انسانی که در حالت شرک میمیرد، به توبه از شرک میمیرد، پس بداند که این انسان دوزخی است و جایش ابدالابد دوزخ است. سبحان الله. پس وقتی که اسلوب قرآن را برای رد کردن شرک، ابطال کردن شرک نظر میکنیم، به نهایت اسلوب قرآن گوناگون آمده است و حجت های عقلی در قرآن به نهایت برای باطل بودن شرک زیاد است. وقتی که قصه حضرت ابراهیم را نظر میکنیم و غیره، یعنی دلیل ها در قرآن برای رد شرک، باطل کردن شرک به نهایت زیاد است، از صدها زیاد است. اما همین دلیل های آشکار آورده ما برای ما کافی است که یک انسان عاقل و بالغ از این دلیل ها فهمد که شرک این حرام است، این کفر است و مشرک این کافر است و برای شرک عذر جهل نیست و البته در این مسئله با صحبت خواهیم کرد. پس بارک الله فیکم. این بود حلقه 50 که امروز به شما بیان نمودیم و در حلقه آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرک و شکننده اخلاص و توحید است به شما صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.